سلام دوباره برای شما عرض میکنم دوستای عزیز به کاخ گلستان، یکی از قصرهای مجموعه از قصرهایی که در زمان شاهان قاجار ایران ساخته شده و در او وقت مرمتکاری هایی که میبینین، دیزاینی که میبینین، بیشتری چیزها تغییر نکرده. یک بار پیش خود تصور کنید مثلا 100 سال پیش این مجموعه اداری بوده. تصور کنید پیش خود که 100 و چند سال پیش به زمان قاجار اینجا چی نفرای قدم میزدن، چی بحث های میشده، با چی کفش و استایلا و تیپ های میرفتن بری و حرف میزدن. اینو پیش خود تصور کنید. خیلی جالبه واقعا که حتی مثلا همین درختای ناجویی که هست، اینا درختای 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله نیست. اینا شاهد چی بحث و مباحثه ها و چی حرفا و صحبت ها و برنامه‌ریزی های سیاسی که اینجا میشده که به کدوم کشور بریم مثلا حمله کنیم، به کدوم کشور سمت ما قرار حمله کنیم. مثلا این درخت ببینید، این بسیار یک ضخامت زیاد داره دیگه. مطمئنا بیشتر از 100 سال عمر از این درخت. قطعا درخت چه گیاهشناس و رشته زراعت نیست، ولی حدس که میزنم بیشتر از 100 سال. یعنی درخت شاهد 100 سال پیش، یک قرن پیش، این شاهد خیلی از افرادی بوده که اینجا قدم میزدن، زیر سایه از این درخت میشیشتن، صحبت میکردن. و خدا میدونه که چند سال دیگه هم این درخت عمر کنه و افراد دیگر بیاین یک روز بگن که مردمانی بودن در سال 1403 یا 2 یا 4 یا خلاصه 2000 مثلا 23 و 24 اینا چی مردمایی بوده اینجا می اومدن. مثلا این رخت و لباسا ما باز شاید این تیپا گذاشته بشه و موزیم 100 سال بعد تیپا و استایلای جدیدی بیاره که بگن مردما در سال 2024 این رقم تیپا داشتن، این رقم استایلا داشتن، این رقم گوشی‌ها و نمیفهم حالا هر چی استفاده میکردن. اینا قطعاً کی کار میشه و اینا در موزیم ها گذاشته میشه. چی افراد دیگه میاین اینجا قدم خواهد زد بعد از ما و شاهد چی بحث ها و صحبت ها و تکنولوژی و چی چیزهای دیگه خواهد بود. بیننده ما باشین، ما را همراهی کنین. اکنون در مجموعه تاریخی کاخ گلستان قرار داریم. یکی از مهمترین و قدیمیترین بناهای تهران. این مجموعه که قدمت آن به دوران صفوی میرسد در دوره قاجار گسترش یافت و به اقامتگاه رسمی پادشاهان این سلسله تبدیل شد. بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی، مراسم تاجگذاری و دیدارهای رسمی در همین مجموعه برگزار شده است و امروز کاخ گلستان به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته کاخ گلستان معماری منحصر به فرد آن است که در اینجا هنر اصیل ایرانی با تأثیراتی از معماری اروپایی در هم آمیخته است. کاشیکاری‌های رنگارنگ، ستون‌های سنگی، پنجره‌های ارسی و آینه‌کاری‌های ظریف تنها بخشی از زیبایی‌های این مجموعه هستند. هر گوشه از این کاخ داستانی از هنر، فرهنگ و تاریخ ایران را روایت می‌کند. به همین دلیل سالانه هزاران گردشگر ایرانی و خارجی از آن بازدید می‌کنند. کاخ گلستان تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت و حافظه فرهنگی ایران به شمار می‌آید. قدم زدن در این مجموعه سفری به دل تاریخ چند صد ساله تهران است، جایی که معماری، هنر و رویدادهای مهم تاریخی در کنار هم زنده مانده‌اند. اگر به تهران سفر کردید، بازدید از کاخ گلستان می‌تواند یکی از بیادماندنی ترین تجربه‌های عمر شما باشد.
بخشی از تزیینات دیواری به جا مانده از دوره قاجار، مثلا جوراب بوده، کفش بوده. اینجا نوشته که انواع کفش و پای افزار، جوراب و انواع کفشایی که اینا آثار دستیه، اینا با دست درست میشده. کفش هست کنیم که چرم پوست، فکر میکنم پوست گو باید بوده باشه. کفش بسیار محکم که شاید این آدم 10 سال بود بشه کنه نشه. کلا چیزای جالب بوده. این جالبه. این طرف کفش که زمان قاجار درست می شده، از چرم درست شده. ببینید روی مثل قالین ولی مثل یک چیز مثل قالین یا میشه گفت فکر کنم گلیم، همین یک چیز خلاصه بافته شده که به قسمت بند پا، ساق پا و پیچونده می شده برای دیزاین. ببینید خیلی جالبه. اینا رو دیگه من فکر میکنم که آدمای هر کس نمیتونست چیزی رو بپوشه. اینا مخصوص همون خود کسایی بوده که در کابینه شاه بودن و کسایی که به اصطلاح در مقامات بالا بودن. خدا میدونه چقدر وقت میگرفته تا دوخته میشده. اینا قدم به قدم از این بافته شده، نخ به نخ از این و این چرم درست میشده و باز به روی از این آماده میشده. این خلاصه خیلی وقت میگرفته. دوستا طوری که تصویر میبینین، مثلا زن مازندرانی یک اول بوده، مرد کورپایه مازندرانی یک دوم، زن کاشانی یعنی یکی که سوم، چهارم که چپن بلند داره، مرد کاشان. همونطوری که بریم ببینیم که اینا انواع مدل‌های فرهنگ قدیم مردم میتونه مرد مثلا گیلانی ها ای رقم لباس میپوشیدن. بریم این فکر میکنم کردستان این سبک لباس میپوشیدن. دیگه بیم چی؟ بلوچای ایران این رقم لباس میپوشیدن که همالی هم تقریبا این سبک دارن. همالی هم یک کمش باید به مردم افغانستان داره، لنگی و پتو. دوستای عزیز، یک چیز خیلی جالبه واقعا. این بنا
حدوداً 200 سال پیش، 2 قرن پیش، در زمان فتحعلی شاه، یکی از دومین شاه قاجار، در زمان از او ساخته میشه و این شیشه کاری و مرمتکاری و چوب کاری هایی که اینجا شده خیلی جالبه واقعا. اینا شما فکر کنین که تک تک اینا شیشه ها یک دونه مثلا در حد 1 سانتی 2 سانتی 3 سانتی اینا برش شده و اینا چی رقم در همون زمان اینا برش میزدن با این تکنولوژی، حالی که نبوده ماشین باشه، امکانات باشه، و اینا تک تک اینجا جابجا میکردن و رو از این باز اینا گچ میکردن و همون وقت گچی ابزار اینا داشتن. چیز مهمتر از او اینه که در او زمان رنگ سازی خیلی مهم بوده، که در او زمان نمیتونستن رنگ بسازن. وقت که مثلا حالا نبوده قوطی ها رنگ بشه، رنگار برن بندازن به قوطی و شور بدن و خلاصه میکس کنن و بیارن بندازن روی هر چیزی. شما فکر کنید این شیشه های کار شده، شیشه آبی و سرخ و سبز و اینا کلا اینا به وقت به دست ساخته میشده و به کوره مینداختن. اینا چوبار تک تک باید با قلم اینا چکشکاری میکردن یا میتراشیدن که این چوب این رقم کلکین در آمده و خیلی جالبه خلاصه. و رنگ کار شده که شما در هر جایی برین، مثلا حالا رو آهن و چوب اینا رنگی که میبینیم، هیچ کس به شما گارانتی کرده نمیتونه که بگن 2 سال یا 3 سال یا 5 سال رنگ از او دوام پیدا کنه، ولی این از 200 سال پیش تا به حال به همین رقم مونده. شما اولین بار اینجا آمدین یا قبلا آمده بودین؟ من اینجا این کاخ گلستان رو بار اول میام، ولی کاخهای دیگر هم با دوستامون رفتیم دیدیم. اینجا اولین باره که اومدم، ولی خب اگه مثلا انقدر قشنگه یا بهش بیشتر فکر می‌کردم شاید زودتر می‌اومدم. دیگه الان فرصت شد که بیام و ببینم اینجا رو و کلاً هم جاهای تاریخی خیلی حس عجیبی به من میده. یعنی هر کدوم از کاخ‌ها رو که جدا جدا واردش میشی، تمام برای من اینجوریه، حس اینکه مثلا چه آدمایی اینجا بودن. وقتی که دیوارا رو نگاه میکنی یا مثلا حالا چیزایی که گذاشتن، چه ظرف و ظروف، چه وسایل پادشاها، من میرم تو فکر این که مثلا از این استفاده میکرده، چه هیاهویی بوده توی کاخ، چه آدمایی میرفتن، یا مثلا سالن غذاخوری رو که میری، تمام اون حس و حالی که آدما میمدن میشستن، یا حتی مثلا به این فکر میکنم که فکر کنم مثلا اینقدر شکوه بوده، اینقدر مثلا زیبایی بوده این کاخ، ولی شاید مثلا تو یه روزی 4 تا از این سران پادشاه نشستن راجبه یه جنگی صحبت کردن یا داشتن هرس میخوردن راجبه، به جای اون همه زیبایی شاید اون چیزی که ما میبینیم نبوده تو اون لحظه. خلاصه برای من خیلی حس و حال عجیبی داره کلا جاهای تاریخی و واقعا دوست دارم کلا دیدنشونو، چه حالا مال ایران باشه چه هر جای دنیا. و این چیزیه که من خیلی میکشونه به جاهای تاریخی همینه. خب مثلا اگر فکر کنین که مثل ماشین زمان می بود، ممکن می بود برگردین به او دوره با او سبک لباس، با او تیپ، بدون برق. البته که برق فکر می کنم که مطمئن نیستم که چقدر امکانات برقی بوده در او زمان، تکنولوژی نبوده مطمئنا این امکاناتی که فعلا داریم. اگه مقدور می بود دوستشون بریم برگردیم به او دوره و به او سبک زندگی کنیم. راستش رو بخوان یه روزایی چون ما این شرایط رو زندگی کردیم، بعضی وقتا که فکر میکنم میگم ما چقدر خوشبختیم یه سری امکانات داریم، ولی به صورت کلی رو بخوام بگم توی ذهنم با تخیلاتم یا از بچگی همیشه خیلی دوست داشتم که گذشته رو ببینم. شاید به خاطر همینه که خیلی تصویر پردازی میکنم یا مثلا همش فکر میکنم چه اتفاقایی افتاده، چه آدمایی رفت و آمد کردن و اینجور چیزا من دوست دارم واقعا، به خاطر اینکه خب اصالتا ما خودمون لور هستیم و خب مثلا خیلی از آدما، بیشتر آدمایی که قدیمی ترن لباسای قدیمی، یعنی لباسای لوری میپوشن هنوز، یا ما خودمونم کلی آثار تاریخی و اینا داریم. من از بچگی یعنی یه جوری بزرگ شدم با گذشته بوده، حالا چه شاهنامه، چه کتابای قدیمی، چه سبک زندگی قدیمی رو دیدم و برای من خیلی جالبه که برگردم واقعا. مثلا شما فکر کنین
فتلی شاه که این بنا ساخته حدوداً 200 یا 200 سال پیش. درسته. شما مثلا اینجا ایشون قدم میزدن، شما هم به این مسیر قدم میزدین. جناب شاه سرورم مثلا همون الفاظی که استفاده میشه، این نامه دارم میخوام اینو امضا کنین. خیلی باید جالب باشه. بعد اصلا فکر کنید صحبت کردنمون فرق داشته. بله دقیقاً. بعد مثلا فکر کنید به جای این همه چراغ و نور مثلا یه سری مشعل بوده، یه سری شمع بوده دقیقاً. یا چیزایی مثلا فکر کن فتیله‌ای بوده. اصلا همه چی فرق داشته. فکر کنید بوهایی که بوده فرق داشته. از مطبخ یه سری بوی غذاهای اون زمان میومده. روابط آدما اصلا خیلی عجیبه. نورپردازی و سیستم روشنی که اینجا بوده، چقدر مشعل بوده به جای لامپایی که حالا گذاشتن. کاملا دقیقاً. برای من که خب حالا ایران زندگی نمی‌کنم در حال حاضر اینجوریه که خب من قصدم این نیستش که تا همیشه ایران نباشم، چون وصلم به ایران. یعنی اصلا چطوری بگذرم از به کشور تاریخی که شما پیوند خوردین با همه چیز ریشه داندین. بله. خیلی عالی، موفق باشین. خوشحال شدم. سلامت باشین. قربان شما. سلامت باشین. بخیر شما. خوش. قربان شما. یکی از جاهای جالب دیگه که اینجا می‌بینید کلاً آینه کاری شده. البته اینجا باید کفشا خودم زوکش بپوشیم که اینجا تمیزتر و درست‌تر بمونه. یکی از جاهای جالب دیگه که اینجا شما می‌بینین به نام کاخ اصلی یا تالار اصلی یاد میشه که این ما برای شما جزئیاتی میگم که این چی کاربرد داشته و زمان شاه زمان قاجار چرا ساخته شده بوده. و جالبه که کلا همین سبک که می‌بینید به هم نخورده، همین پله ها و همین سیستم سنگکاری هایی که شده بوده. بیاین ما رنگایی کنیم که برای شما جزئیات بیشتر هم بگم که چی بوده و تصاویری هم برای شما نشان بده. دوستا جای بسیار قشنگ و دیدنیه که اینجا اگر به تهران آمدین حتما بیایم اینجا به نام کاخ گلستان. کلا این بناهای که اینجا ما مجموعه از بناها که من رفتم و قدم زدم، شما هم بیاین بگردین ببینین، خیلی جالبه و مطمئنا برای شما جالب تمام میشه. ببینید که چی آینه کاری شده، چی ظرف و ظروفی که اینجا گذاشته. اون طرف دیگه یک تالاریه که برای میمانان اینا که میامدن پذیرایی میشده. همین هم شاه مثلا به اونجا میشیشته، اونجا اگر ببینید شاه مثلا میشیشته و میمانان که اینجا میامدن، حالا میمانان خارجی و میمانان داخلی و مجالسی که میشده میامدن اینجا. همون 200 سال پیش اینجا از سیستم نورپردازی و حالا شمع بوده یا خلاصه مشعل بوده، هر چیزی که بوده گذاشته بوده و از مردم با غذاهای متنوع و خلاصه هر چیزی که شما در ذهن شما میگرده که در اون زمان چه چیزهایی بوده پذیرایی میشده. بیاین ببینین که چقدر قشنگه و جالبه که این آینه ها از اون زمان بوده تا به حال به هم نخورده. کلا بعضی جا رنگ مثلا دیده میشه که رنگی برفته یا گچکاری هایی که شده، تا حال از اون زمان هسته اینا. واقعا جای دیدنیه. من میگم که در پلویی که مثلا شاید خیلی کسایی باشن به ایران آمده باشن، رستوران های خوب رفته باشن، جاهای متفاوت رفته باشن، گاهی هم بیایم فقط سرچ کنین جاهای دیدنی، موزیم ها، بریم ببینین که در گذشته ها چی چیزهایی بوده. مردم ها، اصالت مردم ها از روی تاریخ اینو مشخص میشه که چه قسم مردم بودن. شما فکر کنین این سبک ببینین، چوبکاری هایی که شده، این مبلایی که بوده اون زمان، میزهایی که بوده، ببینین که چقدر قشنگه.
مثلا اون جایی که شامی شیشته ببینین که چه یک جای بوده. دوستای عزیز، این بود کاخ گلستان، ویدیوها و معلومات و تصاویری که برای شما تقدیم شد. هر چیز جالبیت خاص خود داره. شما مثلا برید یک جای تفریحگاهی که فضای سبز باشه، زیبایی خود داره، آثار باستانی و موزیم ها یک دفعه شما رو میبره به گذشته 100 200 300 سال پیش، هرچی که تاریخ قدامتمون باشه، و یا هم حالا هر جای دیدنی دیگه، بستگی به علایق و سلایق شما داره که شما چی چیزی برای شما خوشایند. خب این بود از این قسمت برنامه. باز هم میریم جای دیگه، جای دیدنی، برای شما تصاویر ویدیوهایی میگیرم که پخش میرسانم و امیدوارم که این برنامه برای شما جالب و دلچسب تمام بشه. تا برنامه دیگر و قسمت دیگر و جای دیگر، فعلا خداحافظ.